سایده منه. از صندوقشو ببین. امروز باید درستش کنم. چجوری؟ با من همراه باش. این وضع صندوقشه. امروز باید درستش کنیم. اینجوری نباشه. ببین چه مزخرف. الان باید همین ازش کنیم. امروز این تاکسی رو با هم دیگه باید بستش کنیم. بریم زال برگوشو بکشیم. برای وصل کردن تاکچه برای وصل کردن تاکچه‌مون باید صندلی‌ها رو بدیم به جلو. خار صندلی اینجاست. اینو باز ایناش اینا فشار میدیم به بالا. به همین راحتی. همین واسه تاخچه بود. میریم تاخچه. اینجا شکم سخت. شد اینجاش دیدن تا اینجا شد. این الان باندا رو میذاریم اینجا و اینجا. هی میاریمشون. یعنی یکیش کمبود 718 اصل. خیلی صدای خوبی داره چون اینجاش کوچیکه. این کمبودا از اون یکی بزرگتره. ببینید نمیشه. این بزرگتره. یه دونه تبدیل دارن این کمبودا. تبدیلاشون هم همین. یکیش شکسته از دستم افتاد شکست. اینو میذاریم اینجا. اینم اینجا. یکم دست میشه دقت کنید ولی زیاد مهم نیست. این شکسته. اینو هم کمیابه زیاد پیدا نمیشه.
ما کلی شد این. خوبه، بدم نیست. این طرف هم سیمش اینهاش. این طرف رو وصل کردیم، الان موندی اینجا. این دارم وصل میکنیم، میبینی تو کدوم طرف کیفیتش خوب تره. آها، الان کیفیتش بهتر شد، الان درسته، مثبت منفیش درست جا خورده. ما باید سیماشو مرتب کنیم. اینم سیم چراغه، اینهاش. دفعه بعد به صندوق چراغ میکشیم. چرا اینطوری شد؟ خب از اینجا اون چیزایی رو که از صندوق یه دونه باید به اینجا روکش بزنم. سه بودی هست اینجا رو میگیره. از اون وقتی که اون پیلی وصل کردیم، بعد اون باید وصل کنیمش. فعلا بردون فعلا خوبه. شد رو ماشین. خب اینو باید بذاریم اینجا. از اون اینم پولیشه، ماشین پولیش میزنیم بعدا. این سیاپان لاستیک درست کردیم ما هم، اگه یادتون باشه درست کردیم. اینا هیچ، این هیچ، این هیچ. این روغن، این اونجا، این هیچ چیز اینجا. این هم روغنه. چه خبره؟ چند تا روغن مگه داریم؟ خب از اینجا زنجی چرخ هم میذاریم برای مواقع اضطراری. هم کارون آبه میخوایم بذاریمش، پرش بکنیم. حاجی چقدر میگیره این کوچولو. این هم از این تو هم رو تو جعبه کمک های اولیه. دوتا تناب میذاریم. برو اونجا، تو هم برو اونجا. آها، یه همچین روخی گرفت. صندوق ماشین فعلا خوبه. بریم برای تنظیم این باندامون.